میگویند ما در سیورنی یکوتیا هستیم، ساعت 00:00 بامداد میخوانیم و خواب میکنیم، هیچ باکی ندارد. البته بعد بامداد تا آفتاب برآمدن وقتی بزرگ است، وقتی پربرکات است. لیکن اگر در چخیلی که قید کردن در بعضی منطقه ها خفتن و بامداد بینش 1 ساعت، حتی بعضی منطقه ها 30 دقیقه، حتی بعضی جاها شام خفتن بامداد رو در یک وقت میخوانند. در این صورت که مقصد از کار آمدید، باید خواب کنید و پگاه به کار می روید، شما اجازت است که بعد خوانده شدن نماز بامداد خواب کنید، ولی خوب است که اذکار صباح و اذکار بعد نماز را بخوانید و این اساساً یعنی بیدار بودن بین نماز بامداد و بین برآمدن آفتاب در حالتهای معتدل است و بعد بامداد خواب کردن حرام نیست. همین سوال بسیار آمدگی است در زیر یکی از برآمدها. بعد نماز بامداد خواب کردن حرام نیست ولی مکروه است، خوب نیست. لیکن اگر حاجت داشته باشد انسان، ضرورت داشته باشد به خواب رفتن، دیگر هیچ باکی ندارد. والله اعلم.